سلام بچه ها، خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. امروز من هم میخوام تحلیل هفته پیش رو بهتون بگم، هم بگم توی هفته پیش چه تریدایی زدم. کلا توی هفته پیش من یه ترید بیشتر نزدم، اونم روی یورو یو اس دی بود، روز سه‌شنبه. حالا اول اون تحلیل اون تریدی که زدم رو بهتون میگم، بعدش هم دیگه تحلیل کل بازار. روز سه‌شنبه من اومدم توی بازار، همینجور که می‌بینید روند قبلی که روز دوشنبه بود اینجا نزولی بود، پس ما دنبال پوزیشن نزولی بود. اومد ما ساعت 2:30 که اینجا میایم بازار، اینجا داشت به ما یه بی ام اس نزولی میاد، بخاطر این من صبر کردم بی ام اس نزولی بده. میریم توی تایم 15 دقیقه، توی تایم 15 دقیقه همینطور که می‌بینید اینجا یک بی ام اس خوشگل به ما داده و این هم حالا میتونید میگیرین راحت تر. اینجا یه اوردر بلاک هم اینجا هست، بعدش لیکویدیتی وید هم داریم. من صبر کردم بیام به این ریاکت کنه. ساعت 5:15 5:30 به وقت نیویورک اومد به محدوده اوردر بلاک ما رسید. من اوردر بلاک رو ریفاین کرده بودم چون این نزدیک طولش نزدیک 11 پیپ بود. بعد توی تایم 5 دقیقه که رفتیم اینو ریفاینش کردیم اینجا. بعد حالا ما اومدم توی تایم 1 دقیقه و دنبال سکندری بودم. توی تایم 1 دقیقه تا براتون پیدا کنم. توی تایم 1 دقیقه اینجا ما سکندری داده بود ساعت 5:24 به وقت نیویورک. حالا من اینجا پوزیشن وارد شدم، اینجا یه پوزیشن سل زدم، استاپ هم گذاشتم پشت، تی پی هم آروار 1.3 1.4 بود فکر کنم. اینجا اینم تی پی اینجا 1.56. من منتظر اومد یک کم حتی توی پوزیشن توی سود بعد برگشت رفت بالا، استاپ زد. این جزء باگای استراتژی، یعنی شما اگر از من میگم روند 1 ساعته با هم بررسی کردیم اومدیم پایین، هم روند 1 ساعته نزولی بود، هم توی 15 دقیقه بی ام اس نزولی ما داده بود، اوردر بلاک همه چیش اوکی بود، لیکویدیتی بود اوکی بود. ولی اینا باگای چیزه استراتژی هست، یعنی هیچ موقع شما سعی نکنین هیچ موقع که 100 نیست، یعنی همه لاس داره. شما با یه وین ریت 60 هم میتونین خیلی راحت سود زیاد داره. بعد حالا این اومد استاپ زد دیگه. غیر از امروزم روز سه‌شنبه دیگه به من پوزیشنی نداد که من بگیرم، نه روی طلا و نه روی یورو. مثلا این دوشنبه اصلا نیومد به اینجا برسه، یه مثال بعدی دیگه نرسید به ما بده. ارزم به خدمتتون چهارشنبه مثلا خیلی دیر رسید دیگه، به درد نمیخوره. پنجشنبه هم که امروز باشه هنوز نرسید. من هنوز اوردر بلاک اینجا مشخص کردم نیومده برسه دیگه. الان تایم ترید من تموم شده ساعت 11 به بعد 11 روی طلا هم طلا دوشنبه که بیشتر روندش چیز بود، خب رنج میزد. چون شما این اوردر بلاک هم بخواین بگیرین شد اینو بگیرین ها، مثلا این ساعت چند دهش شد 5. ولی خب چون بیشتر رنج میزد من اینو نگرفتم. مثلا میگم چرا نگرفتم، مثلا این اوردر بلاک رو میگیرین لیکویدیتی وید بعدش خوب نیست، خاطر این من اینو نگرفتم دیگه. سه‌شنبه میبینین رنج طلا به درد ترید نمیخوره. چهارشنبه میایم ارزم به خدمتتون
اینجا میبینی همه نزدیک همه. خب ولی یک دلیل بزرگش من اینجا پوزیشن نگرفتم چون روند قبلی صعودی بود. خب و انقدر هم از اوپن روزانه فاصله نداشت. مثلا اوپن ما اینجاست 391 اومده تا مثلا میتونیم 374 کلا 16 17 دلار فاصله داره. به خاطر همین ریسک پوزیشن نزولی اینجا زیاد بود. و حتی مثلا بهتون میگم این مثلا لیکویدیتی پوینت این رو بلاک به درد نمیخوره. این خوبه یکی و تنها همینه. و اینم چون مثلا بهتون میگم ما توی تایم یک ساعته اگه بهتون نشون بدم نکنیم روز چهارشنبه توی تایم یک ساعته نکنین روند قبل کامل صعودیه. یعنی شما حتی اینجا اومده پایین شما میشه این یک اصلاح روند صعودی بوده هرچند در ادامه رفته بالا. ولی خب میگم اون لحظه مثلا ما بیایم نزولی دنبال پوزیشن نزولی باشیم ریسکی زیاده که بیایم همچین کاری انجام بدیم. و همین دیگه من پوزیشنی اون روز نگرفتم دیگه. اومد بالا که بی ام اس رو ما دادیم اینو گرفتم که دیگه هم نیومد به این برسه. پنجشنبه هم که امروز باشه اومدم دنبال بی ام اس سعودی بودیم. بی ام اس سعودی به ما داد اینجا. من این اوردر بلاک گرفتم. چرا این اوردر بلاک گرفتم؟ چون تو تایم یک ساعته لیکویدیتی پوینت بعدش خوبه. خب بعد این نیومد به این ریاکت کنه و همین اوردر بلاک این بالایی ریاکت کرد که چون اینجا اومد استاپ هانت کرد من دیگه این پوزیشن رو نگرفتم چون ریسکش میرفت بالا. و حالا مثلا بتونیم اگر هم میخواستیم بگیریم شما اینجا مثلا درستش کنم اوردر بلاک رو بکشیم اینجا میشه میریم تو تایم یک دقیقه تو تایم یک دقیقه اینجا این اومد استاپ هاند کرد. شما اینجا ورود میزنیم ما سکندری اگه میخواستیم میدونیم استاپ میشه مثلا 394 تقریبا. آره تی پی هم میشد اینجا اینجا تقریبا. ولی خب میبینین بازم چون اینجا یک اوردر بلاک نزولی هست ما اگه مثلا میخواستیم تی پی مثلا میشه 14 که درد نمیخوره. یا مثلا اگه میخواستیم مثلا اینجا با استاپ هانت هم میگیرین 1.36 1.4 میشد این پوزیشن رو بگیرین. ولی خب من میگم استاپ هانت نمیگیرم چون ریسکی زیاده. از اون طرف دیگه یک کاری کردم که ریسک معاملاتم رو بیشتر کردم. الان من با ریسک 1.5 تا 2% میزنم. البته بگم من اینو پیشنهاد نمیکنم به هر کسی. مثلا من چون اصل چه بهش میگم تریدینگ پلنم بک تست گرفتم دیدم این کارت بلند مدت برای من جواب انجامش دادن. چی دیگه امیدوارم موفق باشین. اگه دوست دارین این مسیر همراه من باشین ساب یادت نره.